عرض ادب و احترام. به عنوان یک ایرانی خواستم به تشکر ویژه کنم از تمامی خواهران و برادران اهل افغانستان. خیلی جاها دیدم حمایت کردید، خیلی جاها دیدم پیام‌های خوب دادید، چه در ایران چه در هر جای دنیا که هستید به گونه‌ای حمایت کردید. دم غیرتتون گرم، دم معرفتتون گرم. با اون همه بدی که در حق شما شد در ایران یا ظلمی که به شما کردن در ایران یادمون نمیره، ولی تو شرایط سخت در کنار مردم همزبان خودتون ایستادید و با حرفاتون، با پیاماتون، با رفتاراتون حمایت کردید. به گونه‌ای گفتید که ما هستیم در کنار شما. دمتون گرم، دمتون گرم. من دستبوس همه شما عزیزان هستم. من خاک پای همه شما عزیزان هستم. از اینکه در کنارمون هستید تو این شرایط سخت خیلی ممنونیم. امیدوارم که هر جای دنیا که هستید با عزت، سربلند و خوب زندگی کنید. یا حق.